درود به شما دوستان، عزیزان و آنهایی که این لحظه مرا تماشا میکنند. روزها، ماهها، سالها و قرنها میگذرند. همه چیز در یادها باقی میماند. اینک ما هم در عرفه استقبال 30 سالگی استقلال تاجیکستان هستیم، وطن جانمون. هنوز در یاد دارم که 15 سال پیش در روز استقلال مملکت ما در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی شهر دوشنبه قرار داشتیم. اون روز ما آمدن یکی از ستاره‌های صنعت یا آوازخوان شناخته ایرانی آرش رو انتظار بودیم. هرچند او یک روز بعد آمد، اما ما در کنسرت او حضور داشتیم. کودکان من خور بودند. امروز علاقه دانشگاه ها رو تمام کردند. یکیش در آلمان در کورس سیوم میخواند که این از همه خوردی است. او هم تمام میکند، او هم از پی ما همین قدم میزند و سالگردهای نوبتی استقلال را پیشواز میگیرد. اما همون در 15 سالگی چی در یاد ما باقی ماند و چی مردمی که در آن ورزشگاه بودند در یادشان ماند. حالا من منظور شما میگردونم. توجیک Давай, ультра. نماهای دلنشین تبریک میگیم. دوستان عزیز، بار دیگر هر یک نفری که جمع آمده است با جشن‌های با شکوه 15 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، 2700 سالگی شهر باستانی کلاه، اینچنین سال بزرگ داشتی تمدن آریایی مبارک میگیم دوستان عزیز. تاجیکان عزیز، به هموطنان که دیشب متاسفانه برنامه سر وقت اجرا نشد، گروه من دیر رسید و امروز خیلی خوشحالم تونستم
در کنار شما باشم و این احساس من با الان ما چند تا هنرمند از تاجیکستان هستن که یه آهنگ دوست داشتم با من اجرا بکنم. بفرمایید میایم بالا رو سن. آره
گرامی در حقیقت سالها ماهها باز قرنها میگذرند ما و شما از پس خود نسل جوان رو به پیش میکشیم به هر نوع استقلالات مبارک و ما استقلال رو باید با سر بلند پیشواز گیریم باقی خود رو احتیاط کنید